در سال 1990 راننده اتوبوسی برای آسایشگاه روانی کار میکرد. روزی اون مأمور شد تا تعداد 20 بیمار روانی رو از یه آسایشگاه به آسایشگاه دیگه انتقال بده. در میان راه ناگهان تشنه‌اش میشه و تصمیم میگیره برای دقایقی از اتوبوس پیاده شده و مغازه بره و نوشیدنی بگیره. اما به تصور این که بیمار روانی هرگز قادر به فرار نیست، در اتوبوس رو قفل نمیکنه. سپس بعد از نوشیدن کمی آب باز به اتوبوس برمیگرده، اما متوجه میشه تمام بیمارا از اتوبوس فرار کردن. این که میدونست اگه رئیس آسایشگاه متوجه این اتفاق بشه کارشو از دست میده، تصمیم به کار عجیبی گرفت. اون با اتوبوسش به نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس میره و تعدادی مسافر سوار میکنه تا اینکه اونا به 20 نفر میرسن. سپس اونا رو به مقصد میبره و به مأمور تحویل آسایشگاه مقصد میگه اینا همون مریضایی هستن که قرار بود منتقل بشن، اما خیلی خیلی مواظب باشید، اونا انقدر مریضیشون شدیده که فکر میکنن روانی نیستن و ادای آدمهای معمولی رو در میارن. این 20 نفر 2 ماه در آسایشگاه اشتباهی بستری میشن تا اینکه مشخص میشه اونا اصلا بیمار نیستن. اما جالبه بدونید از این 20 نفر فقط 5 نفر سالم میمونن و مرخص میشن و بقیه در آسایشگاه میمونن.